لایه موجی که اجرا کردم الان خشک شده. این مرحله اعداد، موتور و عقربه رو نصب میکنم و میخوام که کارم رو تقریبا تموم بکنم. خب شابلون رو قرار میدم و با چسب شابلون رو فیکس میکنم روی کارم. از اعداد و نشان اعداد 5 سانتی میخوام برای این ساعت استفاده بکنم. اعداد اصلی رو برمیدارم: 3 12 6 و 9 و همینطور نشان اعداد 5 سانتی. چون پای بعدی روش نمیریزم، اعداد رو باید کاملا محکم با چسب بچسبونم. حالا میتونید از چسب 1 2 3 استفاده کنید، چسب قطره‌ای و یا چسب های مخصوص نگین که E8000 یا E7000 هستن استفاده کنید برای چسبوندنش. اول 12 رو نصب میکنم. چسب رو کامل به همه قسمت های عدد باید برسونید تا خیلی خوب بشینه و فیکس بشه. بعد از اینکه عدد رو چسبوندم، مرکزش رو هم سوراخ میکنم. شابلون رو برمیدارم و مرکزش رو سوراخ میکنم. به این صورت موتورش رو هم نصب میکنم. موتور رو قرار میدم. مهره و در نهایت واشر فلزی و در نهایت مهره رو نصبش میکنم. چون طرح دریا خودش طرح شلوغی هست، از عقربه مدل ساده انتخاب میکنم و روش قرار میدم. به این صورت ساعت ما آماده هست. مراحل آخر هم 1 دور با رنگ آکریلیک دور کارتون رو سفید میکنید تا عیب و ایرادی داره برطرف بشه، همینطور کناره ها. و اینکه ثانیه شمارش رو هم به رنگ طلایی رنگ میکنم، جاش قرار میدم و آخرین مرحله هم که پشتی موتور رو نصب میکنم و محافظ اعداد رو جدا میکنم و به این صورت ساعت من آماده میشه.